حدود 7 تریلیون دلار امکانات اقتصادی در زیر زمین داریم که یک مقدار از این به شکل غیر مسلکی استخراج میشه. بنان آرزومندی روزی را داریم که در افغانستان صلح و ثبات حاکم شود و بین تاجیکستان و افغانستان مانند اتحادیه اروپا نه پاسپورتی باشه و نه مرزی باشه. این دو ملت همتبار و هم برادر و همزبان و هم فرهنگ و گفته رئیس جمهور تاجیکستان و خصوص همتبار یک جا زندگی بکنن، رفت آمد باشه. نمایشگاه صنایع دستی و محصولات زراعتی افغانستان که امروز در مقر سفارت جمهوری اسلامی افغانستان برگزار شده بود چند هدف مشخص داشت. یکی از اهداف مهمی او به خاطر از سرگیری برنامه‌های تجارتی که بنابر شیوع ویروس کرونا قبلا اتفاق افتاده بود در سال 2020 روابط تجاری کاهش یافته بود و اهداف بعدی از این معرفی تاجران مهاجر افغان در تاجیکستان و شهروندان تاجیکستان و محصولاتی از او بود و بخش سوم هم از اینکه فصل برداشت محصولات زراعتی در افغانستان است از سرگیری صادرات افغانستان به تاجیکستان، همچنین آغاز همکاری‌های مجدد بین صاحبکاران افغانستان و تاجیکستان برگزار شده بود. در این نمایشگاه بیشتر تاجرای افغان که در تاجیکستان زندگی میکنند حضور به هم رسانده بودند و حدود 47 نوع محصول در این نمایشگاه ما با معرض نمایش گذاشته بودیم. بیشترین محصولات ما طوری که عرض کردم فصل برداشت بود محصولات زراعتی بودند. صنایع دستی و دستدوزی زنای افغان مهاجر در تاجیکستان بود. تولیدات مفید گروپ غذاهای برای کشاورزی و بخش حیوانی بود و بخش دیگری از این بر علاوه محصولات افغانی از تاجیکستان هم مثل سنگ زیرکان در اینجا به نمایش گذاشته شده بود که صاحبکاری و از شهروندان افغانستان در تاجیکستان می باشه. محصولات دیگر از کمپانی‌های خارجی که در تاجیکستان وارد کننده های از او افغان ها هستند به معرض نمایش گذاشته شده بود و همچنین به خاطر برگزاری برنامه‌های آینده سفارت افغانستان و بخش تجارتی ما این برنامه را خواستیم برگزار بکنیم تا همه شهروندان و دیپلماتیک و همچنین بخش‌های دیگری صاحبکاری در تاجیکستان آگاهی پیدا بکنن که یعنی هنوز با وجود موج دوم ویروس کرونا روابط تجاری زنده است و ما باید او را زنده نگه بداریم. آقای سفیر هم قبلا ذکر کرده بودند که نمایش و فروش محصولات کشاورزی افغانستان در تاجیکستان یک نوع هشدار به طالبان است. خب در حرف جلال‌الله سفیر صاحب افغانستان هم دقیق است. افغانستانی که امروز داره رو به بهبود است در عرصه تجارت، در عرصه صنعت، در عرصه علم و فرهنگ. طبعا طالبانی که به ما بم میفرستن، بم میسازن، انفجار میکنن و مردم ما را به قتل میرسانن، باید بدانند که افغانستان گذشته نیست و امروز افغانستان پا به پای جامعه بین المللی در همه عرصه ها رو به بهبود است و اونا باید جامعه جهانی را و مردم افغانستان به خوبی اهدافشان و برنامه‌هایشان بشناسند و از خشونت دست بردارند و به صلح و آرامش مردم افغانستان تن بتن.